مدت خیلی دراز است ما قبل میزنیم یکم بار میشود که ما خوراکیشو میرویم. تاکسی در کار نیست پیش میره. این ماشین کیه؟ سرایندگان، بلاگران و حجوینگاران و هر کسی که این همیخل نمارها را پهن میکنه از الله بیترسید. به حیایی رو در جامعه پهن نکنه. شما با این خیل نوارهایتان گفتنی هسته که دختری مسلمان به نکاح و به حجاب خودش زیبا کرده با مردی دوست داشته اش در ماشین سوار شده تماشا رود کاری خوب است. مگر همین طور نیست؟ شما رو به خدا اگر خواهر شما همین طور با یک مردی بیگانه به نکاح سوار ماشین شده به تماشا رود برایتان پسند است؟ مرد باشید اگر جواب دهید. با این خیل نوارهایتان چی رو میخواهید به جوانان نشان دهید؟ به حجابی و رابطه های حرام را شما با این کارتان جوانان را به زنا و رابطه های حرام دعوت میکنید. مگر به حجابی گناه کبیره نیست؟ رابطه یک مرد و زن به نکاح مگر گناه کبیره نیست؟ شما گناهان بزرگ را رکلام کرده به سوی حرام دعوت دارید. از الله بترسید. کجا شد مسلمانی شما؟ کجا شد غیرت و ناموس شما؟ آیا میدونید که این خیل نوارهای شما به اخلاق جوانان چی ضربه بزرگ میزند؟ فراموش نکنید که این خیل نوارهای شما از گناهان کبیره و جاریه است که آثار آن بعد از مرگ هم باقی میماند و در نامه اعمالتان گناه ثبت می شود. پس آیا میخواهید که بعد از مرگ هم در نامه اعمال شما گناه ثبت شود؟ قسم به الله که این خیلی خطرناک است. تصور کنید بعد از مرگ در نامه اعمالتان گناه ثبت شود. 100 سال و 200 سال تا زمانی که این گناه نوارهای شما باقی است در نامه اعمال شما گناه ثبت می شود. خوب اندیشه کنید.